خدا یا من مردم؟ امکان نداره. پس اونی که پایین رو تخته کیه؟ چرا من این بالا شناورم؟ چرا همه دارن گریه میکنن؟ میخوام داد بزنم، من که نمردم. نگاه کن، پرستارا دارن رو سرش ملحفه میکشن. نکنه این منم. سلام. این حرفای یه آدم توی کما نیست. این صحبت‌های یه کسی که برای چند لحظه یه مرگ موقت رو تجربه کرده ولی باز به زندگی برگشته نیست. این عین واقعیت لحظه مرگ از زبون یه مرده واقعی. چی دارم میگم؟ این حرفای یه آدم زنده است که توی جلسه هیپنوتیزم به زندگی‌های قبلیش برگردونده شده و داره مو به مو لحظه مرگ واقعیش رو توی زندگی‌های قبلی تعریف میکنه. اون چی که دیده و راستی تجربه کرده. مگه میشه؟ چرا که نه؟ چون مایکل نیوتن، این درمانگر هیپنوتراپ حرفه‌ای، بعد سالها تجربه به این نتیجه رسید که ریشه خیلی از بیماری‌های روحی و جسمی نه تنها به دوران کودکی هر فردی برمیگرده، بلکه به زندگی‌های قبلیش هم میرسه. آسیبی که توی زندگی‌های قبلی درمان نشده، توی ذهن‌ها حک شده، جا مونده و با بدن جدید به زندگی‌های بعدی اومده. عجیبه نه؟ حتی اگه غلط، حتی اگه خرافات، دروغ، بی ارزش، حداقل از روی کنجکاوی بشین گوش کن. قول میدم ضرر نکنی. شاید جواب خیلی از سوالات هم همینجا گرفتی. اما ادامه ماجرا. راحت و ریلکس روی صندلی لم داده بود. مثل بقیه سوژه هام با هیپنوتیزم اون رو به زندگی قبلیش برده بودم. اما نه یهویی، مرحله به مرحله. اول یه سری به بچگیش زدیم، بعدم که یه سر به وقتی که داخل رحم مادرش بود. وقتی که این تصویر ذهنی درش شکل گرفت، حالا دیگه وقتش بود که از دهلیز زمانی خیالی اون رو رد کنم و به زندگی قبلی ببرم. جالب بود، تو زندگی قبلی خیلی عمری نکرده بود. تو جوانی با آنفولانزای همه‌گیر سال 1918 مرده بود. اولش باید صبر میکردم، چون از دیدن صحنه مردنش دچار هیجان شده بود و باید اون رو کنترل میکرد. احساس روحش وقتی که از بدن قبلی بیرون اومده رو آروم میکرد، تمرکز میگرفت تا بتونم ادامه بدم. جالب ترش این بود که روح جوونی داشت. میدونی منظورم چیه؟ یعنی دفعاتی که زندگی‌های مختلفی رو توی بدن‌های مختلف تجربه کرده بود کم بود. میدونی که زمین پر از روح‌های پیر و جوونه. قبلا تو این ویدیوی بالایی گفتم. دلیل نمیشه یه بچه 10 ساله روحش جوون باشه. شاید سن روحش از سن یه آدم 70 ساله بیشتر باشه و دفعات برگشتش به زمین خیلی بیشتر باشه. خلاصه وقتی که آروم گرفت و هیجانش خوابید، دیگه میتونست با اطمینان بیشتری به سوالات من جواب بده. منم فرصت رو از دست ندادم و سریع اون رو از حالت نیمه آگاه به خود برترش رسوندم. اینجوری راحت میتونست با دنیای ارواح ارتباط بگیره و بگه اونجا چه خبره. بازم دارم میرم بالاتر، هنوز تو هوا شناورم، دارم به بدنم نگاه میکنم. عین یه صحنه تئاتر. جالبه، هم تماشاگرم هم بازیگر. دکتر داره به خانم و دخترم دلداری میده، خانمم خیلی داره بیقراری میکنه. اینجا با ناراحتی یکم رو صندلی جابجا شد. دارم سعی میکنم وارد ذهن خانمم بشم و بهش بگم که حال من خوبه، اما اونقدر ذهنش درگیر و پر از غصه که نمیتونم باهاش ارتباط بگیرم. میخوام بدونه که تمام درد و ناراحتیم تموم شده، خیلی رها و آزاد شدم، اصلا به بدنم نیاز ندارم. میخوام بهش بگم منتظرش میمونم، اما اصلا گوش نمیده، مثل اینکه اصلا نمیشنوه. خدای من، دارم دور میشم. کنترلش رو به دست گرفتم. با دستورایی که بهش میدادم حرکتش رو شروع کرد و به طرف دنیای ارواح پیش رفت. سوژه ها وقتی به این مرحله میرسن، بیشتر با این گذرگاه عبور که به صورت یه دهلیز هست خو میگیرن، عادت میکنن. اولش راحت نمیتونن حرف بزنن، ولی هرچی کار پیش میره، تصویرایی که توی ذهنشون میاد بیشتر به کلمه و جمله‌های کوتاه تبدیل میشه، تا جایی که وقتی میرسه که دیگه راحت وارد جزئیات میشن، راحت میگن چطور دارن وارد دنیای ارواح میشن. ولی به طور کلی به این تجربه رسیدم که حرفای اونایی که مرگ واقعی رو تجربه کردن با اونایی که یه لحظه ایست قلبی داشتن و مرگ موقت رو داشتن همش یکیه. هر دوتا خودشون رو توی حالت شناور و عجیب غریب و ناآشنا میبینن.
این که دارن سعی میکنن اشیا و آدما رو لمس کنن ولی اون اشیا حالت مادی و جسمی ندارن. این که تلاش میکنن با دور و بری‌ها ارتباط بگیرن و نمیتونن. هر دوتا حس میکنن از محل خودشون بیرون کشیده شدن و به آرامش و کنجکاوی میرسن. حس آزادی و رهایی و روشنایی دور و برشون رو دارن. تازه یکی از سوژه ها از نور سفیدی میگفت که دور و برش رو احاطه کرده بود. بعضی‌هاشون هم از بیرون اومدن از یک محوطه تاریک و حرکت به سمت روشنایی میگفتن. اونی که بهش میگن اثر دهلیز و هممون ازش شنیدیم. این جلسه خیلی ساده گذشت ولی سوژه دوم فوق‌العاده بود. خیلی کاملتر و با جزئیات بیشتر از خودش و زندگی قبلش و نحوه مرگش گفت. یه پیرمرد 60 ساله که توی زندگی قبلیش یه خانم بود به نام سالی. توی ویدیوی بعدی کاملتر ازش میگم. خیلی جالب، از دستش نده. اما ادامه داستان.